شنبه $100 سالم پهلوانان اول وارد میدان شد. خورشید مجید خیلی خوشحال مجید بعد از این دست تیاری بیند فردوس نسیمov خورشید مجیدov خورشید مجیدov کنی Судья Томсо! Khurshid Majidov отдыхайте немножко. И минут через 5 мы позовем вас. Sobirjon. Bana Sobirjon. Akali Rash. Nokta Mardo. اینجا اون بادی توی نیست که دارم بگیر دستشو بگیر آستیشو بگیر کشتنشو بگیر آفران دست Erat jak da zapesz. Судья Томсо, судья. Пока судья Томсо. Yusuf Kuzey.
استاد من نگاه میکنم همین دوستان دو دست دیگر نگرفته غالبیت هم میده برسون بده خب یک دقیقه همین مفلسا میبینن همین جا شما مفلسا کفا میبینن کفا بره مهمانا همه پهلوانا یک طرف حلال میانا طامته مردی که شد در زمینه حلال اونا حلال گفتستن سودیا خب من برای آداب و اخلاق پهلوانی گفت زدم خب برادر عزیز پهلوانی را از پهلوانای معروف کشور یاد بدم از نام اکای عمر $200 اینا برای شاهیده توفه کرده شد یک قصد اکای عمر در حقیقت سکه عمری در زمین حرکت که پهلوان در بین گلن پهلوان معروف کشور شهرت عجیب باید قصد به افتخار پهلوان حرکت زمین دلیل آفرین سعید پهلوان حریفی کنه حلال زد مخلصا باور کنید پدر و مادر شما در رحمت آفرین میخوانم شما را در این دوران این مخلصی آفرین به همه خوش آمدین برادران آفرین یک دستاتون رنگ هم فوتبال برداشتیم یک دسته این طرف کی زودتر مخلصی میکنه یک دسته وقتی من دست برداریم اونا شما غالب بیاییم یک دو سه آفرین شریف جان نظریه بیا تو خاکه برادر عزیز پهلوانای گرانوزن باید شما اقلا 3 دست 4 دست
جایزه کشتی گیریم. در نظام پهلوان گرانوزن جمهوری تاجیکستان فرزند خیرالله نظریوس شریف جان نظریوس تشریف آورده. یک قسم با افتخارش از آن شهر کولار باشد. پهلوانای گرانوزن مهمانان مرحمت بیایید ما سوالات خوب در راه این پهلوان دیار کولار بمانیم گوش بدید. ناحیه فرسنزاده با سرمربیشان نعمت اسرانقلوف با گفتن مهندس یک بار در تلویزیون من گوش میکردم میگفتم که بجوز لوکی در اینترنت میخوندم در تاجیک سپورت نویسنده که بجوز مقصد کامرانشاه کسی قهرمان گرندسلم نیست. نعمت اسرانقلوف قهرمان گرندسلمی شهر مسکو و خرسک با افتخارش ما دارم از این گروه از این کتگوری ها. خب علاقه مرابی هستند و پهلوانی فرسونزاده ددخان پهلوان آمدگی است. مرحمت ددخان بیا اینجا. ما در زمانی همه استودنتیمان رفته بودیم لیسک رایان گوشتینگیری راستی ما رفته بودیم از برای گرسنگی گفتن همونجا نوروزی کلانه گفتن خیلی لیسک رایان مسیر میکنیم سالی 97 احوالات بود در دوشنبه رفتیم در اونجا خیلی گوشتی ندیدیم گفتیم یدرویم یدون مایده ها کمی چگونه که بچه ها میزنیم یدون چیز میگیریم همین نعمت اسرانقلوف هم در همون جدید بودیم یک مایده ها کمترینه که بسیار گوشاش سمخنی شکستگی منطوق شروع همین یک خطی گفتیم میگیریم یک کیمانا داشت همین پوستای داشتن همین که حوز اون میزنم نمیگرد همین پیشک واری داشتن میزنم خلاص باید یکی میفهمیم که یکی از گوشتینگیرهای فعال لنس بوده است یکی منم نزد است برادر عزیز منم نزدم است ما یک جایت در سن با سنف 70 مسکو تمرین کردگیم در اونجا مشق کردیم یکم چیز نبود ولی حرکتی خوب بود فقط بشکم نعمت جان یکی از پهلوانان با قوت و چکان جمهوری تاجیکستان در زمان خوش آمده. اما دو پهلوان دو دستی میگم ظریف نظری میرباس نسیموف تیار شد و محمد یاسین یوسف فیرادر التماس همین ترماس ما همین ترماس بیاریم در درونش آب بود آبی گرم مقصدی شکر ندارم بیارم بیرون دستی پهلوانا در میدان امروزه مهمان عزیز برادر ما امید عالی بود تشریف آوردن از دهه آفریقا خرسک و خاطری امید عالی بود این بخشل مرکه‌های بوسکشی بسیار تشکیل میدن لیکن در گوشتی هم خدا خواهد اینجا را آباد بگیرن اینجا در پهلوان آوردگی است اینجا در خیلی پهلوان را تکلیف کشتگی است و یکی از پهلوانایی که بسیار دستگیری میکند و بسیار تربیهش میکند این امیر جان است فیردوس نسیموف شهر کولاب پهلوان از پشانیان بینی هر دفعه کشتی میگیرد یک خرسک و خاطری هر دی پهلوان آفرین خرشد مجیلوف
Огромное спасибо, Руслан, за твой приезд, за твою борьбу, за твой характер. سنت‌الله پهلوان از تیمور ملک قیان پهلوان مسکو ملازمی دستا خدا خواهد سالم شما میگیم اکای بایدلا اکای بایدلا اکای بایدلا اکای بایدلا بنویسید یک سپارتیونی کاستوم یک راسوفتا یک کفاین یک اتوب یک دفتری دیگه این اصلا رو نمیشونده اما داشته Саян, у тебя какая схватка будет сейчас? Четвертая. Троих выиграл. Да, получается? Саян Пахлавон, غالبی سه دست می باشد، سه حریف. این چهارم دستی سایان است. یک ترسک به افتخار سایان پهلوان. Amir Joe! Sayan Pahlavon. Ofin mardom را میگه راستی کامیرا را نگی. شما اومده که راستی کامیرا را میگیریم دیگه. شما باید خفا بستید. التماس ما اینا درون لای میرم اسلام شما خفا بستید. یا هر کس خفا بستید. سعید جلال سیدوف اگر در میدان باشیم برادر عزیز وارد میدان شد. سعید جلال سیدوف. این نام شبکه میگه گوش شبکه شمیه حمید درنبک تیار بوده است. سعید جلال سیدوف برادر عزیز قهرمان چند کرته جمهوری تاجیکستان آید به جودو یکی از پهلوانان خوش اخلاقی جمهوری تاجیکستان سعید جلال سیدوف یک قصد دارم افتخاره شما دی برادر عزیز میدان پهلوانی جوان و شناخته و جایزه‌داری جام پایتختی جمهوری تاجیکستان عین حال تمرین میکند در فدراسیون روسیه در شهر ایرکوتسک در کلوب اماری پرزیدنت این کلوب و پرزیدنت فدراسیون شهر ایرکوتسک اکای ارگان محمد بیکوف می باشد که یکی از تاجیکانی با نفوذ در فدراسیون روسیه مواد افتخار در شهری در دولت روسیه یکی از شهرهای با قوت شده پرزیدنت فدراسیون جودو هست حسد و افتخاری امریکا و محمد بیکوف شما حس ملی دارید که برادرای عزیز برادرای شما در دیگر دولت راهبر شما که قرصک نمیزنید و توقع آمدمی عربا قرصک بزنید ها یک از پریزیدنت فدراسیون اونجا باشن شما باید که دادی بزنید خیسندی را کی و سرداوری ببخشید سرمربی حلال اسحاق پهلوان از پشت مادر سعیدشاه پهلوان آمدن
از سیام پهلوان سالمی هر دو پهلوان از جانبی برادر امام اکری امریدین نقشف 5000 تومانی مرحمت وارد میدان شد. حالا پهلوان علی خهلان سالمی هر دو پهلوان 5000 سامانی از نام اکی امریدین نقشف. اکی امریدین نقشف از ناحیه دنغره. خوش آمدید برادر عزیز. اکی امریدین نقشف با فکرم یک 2-3 سال پیش بود که یک مرکه گوشتین هم با فکرم تشکیل کرده بودن در وادی دنغره. خیلی گوشتینی کلان بود، لیکن برادر عزیز همین ما یک فیل داریم که فقط همین پریموی گپ زنیم. همین عروسا کمتر فیلمان عروسی شده است. میدان تانده ارگانیزاتوری همون کمتر خوب میشید. بسیار گوشتین قدر سالمای خوب داشتین، قدر پهلوانای معروف بودن، بسیار زحمت میکشین شما. اکی امریدین نقشف قرین و اون مرکتون خیلی مرکه با قوت بدن. برادر عزیز من برای خودم وعده داده بودم که تیز برای همین گوشتین دوشنبه اعلان میکنم. برای چی؟ چنان در ذوق و شوق آمده بودم در همین گوشتین دوشنبه. سحر فر آمدم، روز دوم روز فینالاش بود، بیخ فینال و فینالاش بود. در همین که رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی تشکیل کردن، من همچون یک شهروند تاجیکستان 100 آفرینش میخوانم به خاطری که در سطح بلند عدالتش گذشت. به نهایت میگه کلشین راست گفتن. خب من گوشتینی که اگر تقبازی باشد هیچ وقت گپ شم نمیزنیم، غیبت شم نمیکنیم و تعریف هم نمیکنیم، ولی در سطح بلند بسیار خوب گذشت. خیلی عالی، خیلی عالی. آفرین و این مرکه‌ای که در سطح بلندی بین المللی گذشت. در میدان حیدر پهلوان ناحیه بلندکوهی خاولین محیط از همدانی بین هر دو پهلوان یک استیران ماشینه و 500 سامانی مرحمت وارد میدان شد. Başlasam bir kalk abi. سیام پهلوان برادرها التماس همین این من شما را هیچی نگفتم، آساسته حالی میریم همون موبایل میدان. بیاین همه کسا میدان را ترک میکنیم. بیاین بالا گینه ما ترک کنیم. بیاین همه پهلوان ها را بیارین این طرف. برادرای کارگرای امان از شما التماس برادرای عزیز کمک کنیم. بیالا مفروض میاد. در میدان پهلوانی جمهوری تاجیکستان در وزن تا 73 کیلوگرم برآمد میکردگی برادری
پهلوان معروف کشور و سرداوری ببخشید سرمربی حلال و سرداوری ببخشید سرمربی حلال و سرداوری ببخشید سرمربی رسلان کشیلیوف حریف خدا حلال زد. آفرین آفرین رسلان کشیلیوف победитель. از پشت سایچا پهلوان پهلوان خود در طبع رسلان آمدن با اتفاق رسلان و اسحاق پهلوان. برادرای عزیز بلندی یکان خالق نکنید آواز نمید رویم. خب همگی اینجا بیایم نزد ما بیایم پهلوان ها را همگی شکفا بریم لوی کاویار را خالی کنیم لوی گلیم را خالی کنیم. محمد یاسین نزد من میدان یک آوشن گیرین پهلوان ها هر دیتی پهلوان ها دو پهلوان دیگر همین روایه را گیرین کرباسا را بگیرین آبی میدان را کشیده بگیرین برادر عزیز. همینجا را خالی کنین برادرها التماس همینجا را خالی کنین. دو دست دیگر گوشتی گیرند دو دست دیگر سیان پهلوان و پهلوان جمهوری تاجیکستان. بهرام صوفیوف وارد میدان شد. سیرهی پهلوان از جاروبکل یک گوتوک یک قالین یک رفتی. اکه شادی از دهه آفتابلیقا همین بچه کلانی شما را گم کرده است. نزد من بیا که بسیار یادتان است. خالی کنیم اینجا را همه را خالی کنیم.
طلبکار خورشید مجیدوف ارشاد مرحمت وارد میدان شد. در نام خورشید مجیدوف 1000 سومانی در طبقش میمونه. آن سالم شما برادران عزیز در رسلان گتوف اسحاق پهلوان از پشت مادر سایچا پهلوان آمدن. از سیام پهلوان اسحاق پهلوان از پشت مادر سایچا پهلوان آمدن. از سیام پهلوان اسحاق پهلوان از پشت مادر سایچا پهلوان آمدن. از سیام پهلوان معرفی خدا حلال زد. آفرین. Спасибо, Саян. Спасибо за твою красивую борьбу, за твои красивые броски. Добро пожаловать в Куляб. Байни ҳарду паҳлавонон як қарсак занем ба ифтихори муйсафеди бобаракат. ғолиб омада буданд. Амонулло Азимов ҳалол. дар майдон қаҳрамони федератсияи Русия قهرمانی فدراسیون روسیه عین حال در سال 2021 رسلان کیسیلیوف تشریف آوردن. از جانب راست من یک قسم با افتخار مهمان. از جانب چپ ما سایچا پهلوان غالب یک دستی میدان. بین هر دو پهلوانان 3000 سامان یک قالین های کلان. محمد وارد میدان شد. مهمونو با رئیس قطعه اسم استفاده گرفتن. سیان در میدان سیان پهلوان اول طرف بیستونه تو 60 کیلوگرم از مقام دو دسته مانتن ند دستم گاب نیستم جو رسونه دم یوسف اگر خالد خطیب یحیی کبران باشند که نزد میدان. یوسف خالد یحیی کجا باشند اینجا برید. در میدان دوتا از قهرمان‌های فدراسیون روسیه و قهرمان جهان در رشته سامبو از ملت روس مهمان‌های ما و شما پلازمایی میکنند. آفرین، یک قرصک زنیم به افتخار این مهمان‌ها.
خب یک قالین حسن مدیف از همون بالای چی بودین؟ همون قالین ها بودین همون بچه را قالین حسن مدیف مدینه پهلوان حریف خود حلازم در میدان وارد می شود فاروق پهلوان از فرخار و سیان پهلوان از شهر مسکو بین هر دو پهلوانان یک دقیقه است سهیلی یک پلچاس یک منتو فزد خب 500 سومانی نویسانده استین برادران عزیز در معرکه امروزه ما صاحب این معرکه که هر سال برای شما سخن میگفتند تبریکات میکردند حضور ندارند به خاطر این فرزندای با ناموس که تربیت کرده است بهر ما و شما خدمت میکنند در این ملت شریف تاجیکستان برای نویسنده شاعر و بسیار مرد غیور جسور و در زمان خودش پهلوان اکای دولت خوجه سراجوف شما حضور دارین یک قرصک زنین به افتخار این موسفید با برکت خوش آمدین همگیتان امسال هر سال بسیار آفتابی سخت میکرد همگی ما و شما در زیر آفتاب چقدر برادرای عزیز راحت میکردیم خب امسال خدا برای ما در این معرکه باران داده است ما شکر به سوی پروردگار از نعمت باران شم میکنیم از نعمت آفتاب شم میکنیم هر چیزی که باشد از جانب خدا ما باید شکرگزار باشیم یک پلیساس بین همین خواهر دختر و این پهلوان جوان پسر یک پلیساس بین هر دو شما گوشه گیره نمیگه من نظر میکنم گوشت کنم جاوری میکنم پهلوانی دهه آفتابلیقا جایزه‌دار جام پایتخت جمهوری تاجیکستان در این سال امیر جان پهلوان اگر آمده باشید دادر عزیز مرحمت وارد میدان شد در نظم پهلوانی ناحیه بلندکوه بلجوان خاولین شگنو بخشش شگنو از شگنو دادر ما حیدر پهلوان کسی با حیدر پهلوان آزمایی کردن میخواهد مرحمت واردی میدان شد سالی گذشته ببخشید گوشتینی گذشته امان الله پهلوان در اینجا فعالی آمده بودند امان الله زیموف حلال رسلان فعالی آمده بودند امان الله زیموف حلال رسلان فعالی آمده بودند امان الله کسیلیوف حریف خدا حلال زد یک قرصک با افتخار مهمان 3000 سامان یک قالینی قالین بود قالینی کلان
خب جایزه هاشا بودیم این پالیس